خب این دستگاه تپ جمع کن برای آبیاری زمین های زعفران. خدمت شما عرض کنم این میزش کلا این میزشه. این قسمت از اینجا کشویی بیرون میشه، اینم این قسمت از اینجا کشویی بیرون میشه. بچه‌ها خدمت شما عرض کنم اینم که دستش هست، یعنی اینو واسه این قسمت مثلا چرخشی، اینم که اینجا این مال این قسمت دو ثابت میشه، یعنی این قسمت این اینجا ثابت. اینم فاصله بین این دوتا تقریبا 12 سانت که این میچسبه به این، یعنی این قسمت این اونجا ثابت میکنیم، جوشش میدیم. این هم اینجا ثابت جوشش میدیم. بعد این دسته رو که اینجا تپ میخوره، تپ همون توبه به حسابه که واسه آبیاری زمین های زعفرون استفاده میشه. اینو مثلا اول زمین ثابتش میکنن و این تپ و دستگاه رو اگر میچرخونن، تپ از دورش باز میشه و بعد میره جلو. خب حالا خدمت شما عرض کنم مثلا این از اینجا کامل در میاد این بیرون. خب این اومد بیرون، این لوله 2.5 مثلا، این قسمت لوله 2.5 کامل از تو این در میاد بیرون، یعنی این لوله 2.5 این دو، این از این. بعد حالا هم این میخوره به جاش و این هم میخوره به جاش. این هم از دستگاه ما، دستگاه ساده و خیلی هم کاربردی. کلهم همه وسایلش